نشناسمش. آره دیگه اگه که مثلا بعد میزاشو نفهمیم میزاش که نمیدونم. آره دیگه ارزان‌تر می‌افتاد. ما چند نفر یه نفر بود شدیم که محمد داشتیم میز طرف بود سرش خراب می‌کرد. بابا خب تو اشاره می‌کردی پول داده بابت میز. من چه می‌دونستم هی مونده بودم که این میز بغلش خالیه چرا نمی‌بینیم پیش این آقا وایسیم وای آقا می‌بینی من یه از نشونه اینجوری من رفتم دیدم بعد یه هول می‌بینم بعد دوباره من آروم اینجوری می‌رفتم میز رو بابا همه تو دل هم دیگه بودن قضاوت بغلی مثلا هیچ کی نبود من چون نمی‌دونم چی مثلا آره دیگه هم خیلی هم خوب همه چی هم خوب بود